نازنی هنوزم عاشقم بودی. ای بچو عاشق بچه خیا اوزم رزنوخی همه بچه جان ما کدومش یا ترشک شیرینه که چی رزن ترشک شینم هر سال او شیرین نیاید ترشک میگم چه ها نمی سبزه که رزن خورده در حیات داوی مزه را میفهمی یا نمیفهمی ما میخی خشرویم با دیگه میسته نگاه کرا چه خشروتون نه چه بی نگاه کردن داری این کار دست 50 تا دیدی دست 50 تا دیدی ما همه وقت چکون مخم چه چکون هایو چه هم میره نمارم جان تو دبریزم ابریزاکو ما اینا نگون مکن دکا خیلی نگور کردم یا برگر بول میریزی با من بعد نشاد تو بودی بسم الله الرحمن الرحیم اما تینجا نه اما تینجا همی کلی نقل نداره پیولا چوی دم کنه بیوره فروش که خیلی بیا با خودت میترسه کلی او کلی کلی کاره چوی نمیفهمه کلی خبره فروش که بخیز یانگا بابا خواجم گوشود واسمینه یانگا خطا اه کلی یا پیولا چوی گندم کرده نمیبیاری مرده نمیاری خوردانه توبه کردم یا پیولا چوی گندم که بیو کلی نام داری خب حاضر توبه حق نداره بخدو همی یا گوشوش باز بینه یا فکر من تیک توک داشته اگه از کلینه از که فقط تیک توک گیره اینستاگرام و نمی کاگی برادر جون افاد من نمیگین میبروین میره نمیقتی کار بازی کاره میشینی میگیم خیلی کنیم چه جون ما کار میریم برای زندگی میریم کار میکنیم نه یا چیزی میخوریم اوه کس از جمرنگ سنبقانه جون ای یانگا خیلی گوشود پرابلم نداره چی؟ گردون چرا کلی بایی چی شد ماشین تا فروختی نفروختی بچه ایو چه ماشین همینجا چی با بفروشم مرحمت خواجم چوی کشب نه نه چوی کشب نه بار زبرس شترا با کارله زحمتیا او یا که بیشتر از نخه میخورم اکو چای دیدی و چم دارم پرش که تو هم لاوشا چم باید خوقت تشنگیش نمیشکنه ریز بچه همدم بچه همین ماشین تا که میفروشی ایو چه ماشین همینجا چی با بفروشم او خیلی فروش ما پول شده را لبو کرده قیمت خرم توی میرم اخی با نزدیکی ایو چه جون به ماشین فروختم اصلا چند سومتم باز بخیر بریم نبخرم کدومش از یکی دیرش اگر ترشم بریم یک تنه 5 تا میخرم ای سویسو ولی میخرم دولی همش هم خیلی دیگه کته مرا اوتو کدی حاضر رو تیک میکنیم بطرا دی نگفته بودم حاضی بدا تیز بخشش زیاد حاضر فراموش کردم یک زود خواهران مادران و پجانکای عزیز من میخوام شما بیزنس داشته باشین درآمد داشته باشین موفق باشین یکی از نفرای موفق برای شما توصیه میکنم اپای فروغ جان که زیاده از 4 5 سال میشه در شرکت فابریک کار و فعالیت میکنه و در این مدت اینا ببینین 339,000 سومانی از شرکت فابریک درآمد گرفته گیای بغیر این برای تولد هر یک فرزندش از شرکت فابریک 10,800 سومانی تحفه گرفته گیای این چونین هر ماه تحفه های بهترین یعنی که اپاجانی ما صاحب شده گیای شما را میتونین رنگین همه اپای فروغ بانو کار کنین در یک ماه از 3,000 تا 15,000 سومانی پول به دست بیارین اپاجانوی من شما در دیپلم لازم نیست برای کار کردن زبانهای خارجی را دانستن لازم نیست ای خونه برآمده یگان جا رفتن لازم نیست فقط شما چیکار میکنین همون توسط تلفن موبیلیتون رجیستراسیون میکنین و کار فعالیتتون را پیش میبرین هر ماه درآمد خوب به دست میارین دانشجو دخترکا 100% شما میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه‌های دولتی یا کارخانه‌های شخصی کار میکنین شما را هم در پلنی تلی میتونین هم 2 3 ساعت در یک روز وقتتون صرف میکنین کار میکنین نگفتن همون هر یک نفری که حاضر در واتساپ دایرکتری شرکت فابریک اپای فروغ بانو مینویسه اینا می دو درکتون را جبلی ابرانی مراجعت میکنه اکسیا رفته سای برای یعنی شما تا 100 سومانی گارانتی پدرک اجانی به اپای فروغ بانو پیشنهاد کرده می شود بغیر این اپاجونکای ما کدومید که حرکت میکنین کوشش میکنین در مدت 2 ماه 3 ماه دایرکتری شرکت فابریک میشن اجانی بی یعنی شرکت فابریک 20,000 سومانی تحفه میگیرین بغیر 20,000 سومانی اجانی بی انمی شخصیت موفق اپای فروغ بانو یک چاله تیلانه و
чалаи бриллиантӣ дига барои директоритон тӯҳфа мегирен. ҳама каса ҳаракат мекунем дар ватсапи апай фуруғбону айноми додарактон менависем, кора пеш мебарем. خیلی دیگه کته مرا اوتو کدی؟ حاضر رو تیک میکنیم. بطرا دی نگفته بودم حاضر بدا تیز. بخشش زیاد حاضر فراموش کردم. یک جو تیک میکنه این علا بالون مانده رو تیک میکنه حال این خبرهای همه شب با مسکوا با شوشا میرسونه فهمیدی؟ حالی من کرتای نو نخریده الله کشوی میفهمه که من کرتای نو میخرم من در خونه چی میخورم و چی میپوشم گذار تست کرتاشا رو تیک کن صدقه آدمگری شوی یه پروی خشت من دارن آخی تیک تاک دالی میبینی که شگی انم تاری این همین معلوم های با فکرم که همین دینا شوش من از زن زد که خیلی نگفته که ایگا پوش معلوم گویا که ما همین همین میگیم که سرازه میگه با فکرم ما چطور انزای میزنی میگویم برای ایمارو خیلی میگن خشت منو خیلی میگن بدا تیز جانای توری ساری مده باید سنبقه بجنبی تست تیک کرتای بچه ما آفرین من نمیگیم بچه ها آخی موی سری من برای چی سفید میشه میکراسکا نباشه که سری من موی سفیده عده سری من کلینی نبو وردگی ما ولی یک گران گیرم با شما را چوریخ با من نریخ برو ای خدا خدا تحفی قسطی کتاب کاس بخیر اگر بیزیم خب کم دارمان شده با 3 نفر 1 کیلو چه دارم کرده نه 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 دادم خیلی نوردیم چه ما اگر زنم یه زن ندارم یه تو خونه و درش نکنیم جدوش نکنیم زنش نمیتی این همی پرابلم های قدر جمع میشه دسته هم ممکنه همی رنگی وزی رنگی 30 ساله ای کو همی اگر زن بگیره خطیش یا جوش هم کو با فکرم یک مدت 90 ساله میتونی خدا بچه سنه گذیخت میشم خیلی خودت حال تا دیده است ای بچه خیر آبی که همون کرتو تنست زونه راست میگو تو زنت ایخونی و چند میگه که یکم کرتر نمیمونه خیر راست میگو ولی با فکرم کو من تیک توک داشتگه و تو پولی نشکوف کرده خیر بچه را اوچا من بز گوسپند خانیده زنی همی چی تریبت خودش بچه هم در خود تیری دست پیازه هم خودش که میسوزو خدا خود پیاز سوختگی میخوده برای همه گوشتو میسوزه گوشتو اگه با این زنکلان در حال دیگریش میخنده ما دایو داری فقط دیوساش کندگی دردگی میرفته خودت بکر کجا خاک عدست کار نمیبیایه حالی یک خاک که نمیدونی نمیتونی وقت میخندی خیجات رقفه کرچه بودم ها گبیاته شد یکو خیرم که باجا گوشت ناخون خوری نکنه اوبا احداگی ما دیگه نمیدونم او میخوردم چای میخوردم ارسیکولا میخوردم همی خیلی کردن که علمش بود کردن ما در زندگی دوام کردی؟ کجا؟ کو؟ امروز همه اوتی کده که با گفتی خده؟ ها؟ شما در خونه تو هم خیلی کار میکده؟ ای من میرم به حالی در میکنم خیلیش میکنم راست میشه در شجا قطعه کارت یکم کار الان نداری من بچه‌ای به واچه با سری خمام تو من بچه‌ای به واچه با سری خمام تو جونای ای خدا خواسته باشه که میری انسان سوز آیا چود کشی یانگا لا برکن همین پاتینکوی مرا یک
مثلا شبیه توزش که من رفته سر جو بخوری خب حاضر. بجو بخوری نه به خدمت کننده گنگه تست که مالش خب حاضر. بجو حاضر حاضر. او اکا السلام علیکم. سلام. مرحمت کنین اکا جان. چی داری انجا؟ مرحمت ساز. برو خوبه؟ رحمت. خوشم شد همینجا. او در دارون مرحمت کنین بذارین. سلامت باشی. بچم این میوگی ویتامین اینه کی اوه میوگی رو من قدوس مدارم مچا جون کی بیو بیا اوه چه میمونه آبا چم بیو کوی جان شیر بچم اومده شیر بچم. سلام علیکم. بچم رایه شیر بچم اومده. این الکتریک تو کجا ده؟ همینجا بشینم. الکتریک همینجا از کجا همینجا جاشیده شوماده بچم. گیر دادو چوی ریز؟ گیر بچم امیقا میوه میوه ویتامین داره گیر بچم میشه ای بچه سلامت باشین. همه وقت دسترخوانتون که شده ها؟ خیلی که خداوند دو دستون کلین خدمت میکنه ها؟ گیر شوماده گیر بچم پاکت دست سری نمونده. چیش میکشی بچم همه چی بود خونه داخی؟ بچه دست چیکاره خوب نیسته. کلی نغزه اوخی؟ بچه یاگی میشه خدا را شکر بچه جون روزاکو سوزن تینجن همش نغزن الحمدلله میروان درس میان زنک تربیه کرده گشته خدا را شکر همه خوبه. آنات باشیم همه کلین در کجا باشه که پیولا چوی دم کنه اوخی؟ نمجای کلین این همی میگم اوز ما بالان نبرو موقع دارم پیش میمون نمیشه این همی قد کلین میگم نمیفهمه خیلی خیرودش که اوخی مون همی کن دقیقه کن نخو ضرر دوره اوخی همی کن البته یکم کور داره اوچه داره کشود اوخی؟ اوه همون خواهی بین کنه؟ این همی خوک کوره دستش نمیبیه کلین؟ آوا بای. بایرادو چان حاضر. این همی قدیگه گم میزنه این همی قفایرو میکنیم نمیفهمی اوخی در کجا میگردی؟ چند بار کلین گفتم نمیفهمی؟ اوخی اکت اومده یا پیولا چوی گرم دم کرده بیا عقل داری؟ آدم خوناش که میمون اومد میگه چوی میاره خشاماده میگه عرصو بزن خیا اوسو کجا بگذارم جا ایستو؟ خیا اکت اومده خیا چوی گرمک دم که برمی چوی خنک شده خی خوراک تا کردی؟ بگذار چوی گرم دم که بیا ای گفتن در تو ای کاریا دادن دیگه در همون یگان کار در خودم نمانده که این چی روزی سیاه بلا آوردم دست سری خودم که عقل نداره باور میکنی ایو دادن که بچم در خودم هیچی نمانده هیچ عقل یاد نگرفت این نگرفته گیر بچم میبخشی بچم اوزوما بلان کرد صدقتون شد بونم خیلی ادامو کو میفورم شوی خشلو کنم میفورم شوی بای کنم میفورم شوی نمی چکا کنم هری قارد بکن ای خوکا کورا نمیتونم اینا کرتتا سوزان میدونی دینا میگم که کم تره کلی خمیر شروش میدونی چه خیلی من همه خیل اوخای خمیر سون میکنن ای گیر بچم خوش آمدی ای امی گیر اخیار اوه یا ارسی کولا یا کوکا کولا ریز اخی چوی ما چوی دارین؟ اینا بیا چوی بیا چوی آورد بیا چوی چمون اینا چای آورد. گیر بچم چوی کشته رابیا خوراکی نغزدن دوست خب نغمه نکنی با نسوزانی شور نکنی با گوش کرم میسته که با خبر دشوش میرسونه حالی علا بلا کرم نیهولم چی خاله؟ کلون شدنی چی؟ بلا چه راستی گه بچه من زنگ زدنی بودم اون گفتون میزنم حتی نکنم یک دو روز پیش بود من رفتم خبر گرفتم کدام به این صوفی
کدام آدمی که فکر نمیکرده است مهنت دیگرو را با موش درآورده در درون باغ نیهولو را همه را کندن خوردن شکستن خلاصه گپ که همه را جزیر کردن اوچه جان من گفتم زنگ رو میزنم ای خاطرم برومد خیریت خودم مقصد خبردار کردین خاطر رسون کردین خلاصه گپ که همه را جزیر کردن دیدی؟ ما با صد امید نیهول شنودم که گلوس میبنده زردالو میبنده میوه میخوره مخی گوش خودت داریم های مال خودت کار دایی بوده کد مایدان هم زن تا روی کنیم برای هم مایدان بیاش نمیشه هم خونه میشینه اکا جان زنی من هم خونه دا بشینه فرزندکم رو تربیه کنه برای من بسنده من 2 کیلومتر زن من روی نمیکنم که برای باغ نگاه کنم میوه لازم باشه اکا کاروبکش قطعی میارم ساگ لازم باشه اکا کاروبکش قطعی میارم لیکن من زن من 2 کیلومتر را روی نمیکنم که تنها برای بانی جنگل اونجا خرس هم هسته گرگ هم هسته فهمیدی اکا جان زن تا برای طور شفانه را گرفته برای درون خونه اوچه جان چی؟ اکا جان بله ینگه ما چند قشی در همی خونه موکلی نای؟ افمو 7 ماه تا یک ماهی توشه حساب نمیکنیم که حرمتش میکردین عزتش میکردین احترامش میکردین نه که 6 ماه میشه و اوچه جان ما میام مشاهده میکنم همین دختره که شما سیاست میکنین حتیش مناسبت خوب نمیکنین سرزنیش میکنین اوچه تنبیه میتین الکتریک ایوس گاب میزنه یا کی خشبرود مو ایوس گاب میزنه اوچه جان شما ایوس گاب میزنین ما یک چی میگم اوچه اگر آدم در تمام کار تجربهش اگر 10 ساله هم که باشه یکی یک از 2 کس 3 کس بالای سرش در سرزنیشش کنه تو این کار نمیتونی ای عهده ای کار نمیبری اوه بزیب کردی خیلی گپاش بزنه او آدم 100% خچه گو میکنه دیگه نمیدونه که این طرف کار کنه یا اون طرف برای همه اوچه جان کم ترک فکر کردن در کار اوچه جان یک چیز شما خوب فکر کنید فرزند شما برادر ما 3-4 سال رفت غریبی ده مهنت کرد حرکت کرد تمامی سختی ها را دید و 3 تنگه را جمع کرد آمد زنگ گرفت امروز با خیز غریبی رفت اوچه جان یکی زن ششموی خیلی سرزنیش میکنین خیلی مناسبتی بد میکنین امروز پگه میبرویه میره و خود نمیکنه صبر نمیکنه اوچه جان این دختره که ای گشنگیشه ای به لیباسیشه ای به خونگیشه خونه مو در کلی نشی غلامی مو نیسته اوچه جان ها راست میگی فقط شما مهنت میکنی ما عذاب نمیکشم من مهنت نمیکنم ما 4 بچه کلان کردم که 4 دختری مردم کلین میکنم پگه خونانده 4 تا دختر رو میشه در برو نه که هیچی نه من کاری خونه خودم میکنم فقط هیچی نمیکنه یکم تا تو اوچه زیغ نشه من براندم گیرم جاب خیلی بارنگی هم جوانی دوری کدک خودم گی بخترم نه یکی یک چیز اوچه 100% اوچه جان میفهمم که سخنای ما برای شما افسانه سخنای ما شما در قدر ندارن نه که یک چی را فکر کنین که 4 مینوت پیش من برای نیهولاتون گپ زدم نیهولاتون 100% یگان چی نشیده نه که دیلتون زد که اوه نیهولای 2-3 ساله مهنت کردگی ما برباد رفت اوچه دیلتون سوخت میسوزه دیلم برای نیهول شنونده باید امید گفتیم یا میوه میخورم موخی اوچه جان میگم که کاش که ای همه 4 برادر 1 نفر ما دختر به دنیا می اومده ما چی با؟ دختر؟ چی میگه برای چی؟ میدونی اوچه جان برای چی؟ برای اون که شما را اوچه جان به مثل پدر و مادر کلین اگر دختردار میشیدین
18 سری سال دختره با هزاران نازکی ها کلان میکردین، مهنت میکردین، زحمت میکشیدین. همیشه دیلتون در ترس هراس میبود که دخترمون بهوده‌گردی نکنه، بی‌آبروگی نکنه، آبرومون نریزونه و با آبرو تربیت کرده شوهر میدادین. بعد در خونه شوهر نسبتش خواهر شوهر، اپای شوهر، برادرای شوهر به احترامی میکردن و چجان به قدری میکردن، سرزنشش میکردن، تهمتش میکردن و آوای دیده 6 قطار امروز بروی درمون می اومد. ما فکر میکنم که انا همون لحظه چجوری ما شما با قدری دختردار، با قدری دختر، با قدری کلیم باید میرسیده. فقط همون لحظه